بیشتر مشتری‌ها موقع خرید ضد آفتاب فقط یه سوال میپرسن کدوم بهتره. ولی این سوال از پایه اشتباهه، چون که ممکنه شما بهترین ضد آفتاب دنیا رو بخری ولی برای پوستت مناسب نباشه. امروز میخوام یه باور اشتباه رو خراب کنم. گرونتر بودن یه ضد آفتاب همیشه به معنای بهتر بودنش نیست. پس چرا بایودرما از بیوکسین گرونتره؟ تا آخر این ویدیو جواب این سوال رو میدم. اول از بیوکسین شروع کنیم. این ضد آفتاب بیشتر برای کسایی که میخوان هر روز بدون نگرانی از هزینه ضد آفتاب بزنن و همزمان روی ظاهر لک‌های پوستشون هم کار کنن. بافتش خیلی سبک و کرمیه، خیلی راحت روی پوست پخش میشه و بعد از چند دقیقه احساس سنگینی یا چربی زیادی روی پوست ایجاد نمیکنه. برای استفاده روزانه واقعا انتخاب خوبیه، مخصوصا اگه دنبال یه ضد آفتاب اقتصادی و ضد لک باشی. اما محصولی که این روزا اسمش رو خیلی زیاد میشنویم، بایودرما. بایودرما فقط یه ضد آفتاب نیست. برای افرادی طراحی شده که ضد آفتاب رو بخشی از روتین مراقبت از پوستشون میدونن و این مدل علاوه بر محافظت در برابر آفتاب روی کاهش ظاهر لک‌ها و مراقبت از علائم اولیه پیری پوست هم تمرکز داره. بافتش نسبت به چیزی که از یه ضد آفتاب با محافظت بالا انتظار داری خیلی سبک‌تر و لطیف‌تره. خیلی سریع روی پوست میشینه و ظاهر پوست رو طبیعی نگه می‌داره و اون احساس چسبندگی آزاردهنده رو هم ایجاد نمی‌کنه. به همین خاطر خیلی ازش زیرآرایش هم استفاده می‌کنن. و حالا اگه بخوام خیلی ساده بگم، بیوکسین یعنی ارزش خرید بالا، ضد لک مناسب استفاده روزانه با قیمت اقتصادی. بایودرما یه محصول برای کسی که میخواد علاوه بر محافظت از آفتاب روی شفافیت پوست، ظاهر لک‌ها و علائم پیری پوستش هم سرمایه‌گذاری کنه. حالا شما بگو اگه بخوای از بین این دو ضد آفتاب خفن یکی رو انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکنی و چرا؟